ملاحظه بفرمایید دین شناسی در فرم یک سیستم فکری در 3 مرحله در انسان قابل طرحه. اول مرحله نمودهای احساسی است. دین شناسی در مرحله نمود. دومین مرحله دین شناسی است در مرحله بود انسان، ولی در مرحله صفات. و این دوتا قطعاً باید با هم یک جور در بیاد. نظیر امتحانی که شما در ضرب میکنید که چطور بعد از اینکه تقسیم میکنید بایستی مساوی باشه با ضرب، باید قطعاً یک جور در بیاد. سومین مرحله انسان شناسی در مرحله بودش، ولی نه در مرحله صفات، در مرحله ذات. و این هر سه تا بایستی با هم در نتیجه یکی در بیاد که ساده ترین مردم مأخوذ به احساسشون هستن و متمسکین مأخوذ به صفاتشون هستن و مردم کامل گیر ذاتشون هستن. عرض شد که دین بدون اثبات برزخ و قیامت اصلا معنا نداره. اگر با از بین رفتن تن همه چیز از بین رفته است، دین یعنی چی؟ و از بین رفته دیگه. و اون سیستم بایستی اثبات بکنه برزخ و قیامت رو. عرض شد که با عینیت عالم، با معلوم، از یک طرف حبوط اثبات میشه و از یک طرف با از بین رفتن این تن برزخ اثبات میشه. و چون توحید هر نوع تعددی رو نفی میکنه، پس در یک مرحله بایستی چشم و صورت چی بشه؟ یکی بشه. اون عرصه قیامت. یعنی کسی تو این سیستم که حرکت بکنه هم برزخ رو میتونه خوب درک بکنه، هم میتونه به معنی قیامت کم کم نزدیک بشه. و بخوایم یا نخوایم مطلب اینه، مثلا به این روند فکری این کار رو میکنه در انسان، جای چرا و چون و اینها هم باقی نمیگذاره. با این تفاوت که انسان تا در تن نشسته ارتباطش با بیرون از خودش ساختاری تنخیز داره. در ارتباطاتی فیزیکال میتونه این ارتباط رو برقرار بکنه، بدون این امکان پذیر نیست. من کسی رو میتونم ببینم که او هم میتونه من رو ببینه، در فاصله‌ای باهاش قرار بگیرم که این فاصله نفی این امکان رو نکنه. اگر در 2 فرسخی باشیم نمیتونیم هم دیگر رو ببینیم. ولی با فروپاشی تن ارتباطها با بایست‌های تن دیگه برقرار نمیشه، با بایست‌های صفات انسانی. و الان هم اگر کسی عمیقاً در خودش فرو بره می‌بینه با کسی مربوطه که او در طریق صفت باهاش ارتباط داره. والسلام. نه یه ذره اینورتر نه یک ذره اونورتر. و مهیب‌تر اینه که وقتی از این مرحله میگذره که دسترسی را به اون مرحله اصلاً نداریم، ارتباط ذاته. یعنی نه ارتباط دیگه از جهت تن برقرار میشه، نه ارتباط از جهت صفات برقرار میشه، بلکه ارتباط ذاتی است. در اینجا بایستی من این عرض رو بکنم که بنیاد دین در این نقطه است. یعنی حرام ها از اینجا در میاد، واجب ها از اینجا در میاد، خوب و بدها در این چارچوب شناخته میشه، بایست و نبایست ها تو این چارچوب شناخته میشه، توضیحات معنوی صحت و سقمش تو این چارچوب شناخته میشه. خیلی راحت یک کسی که تو این حرف میاد میتونه دقیقاً بفهمه که کسی نمیتونه پسر خدا باشه. این ذهنیت یک ذهنیت ساختگی است که در طول زمان ساخته شده. کسی اگر تو این حرف بیاد دقیقاً این رو میفهمه که توضیحات معنوی که یک بودیست از انسان میده یا یک برهمن از انسان میده یک توضیحات ناقصی است، اگر نگیم احمقانه است، که آدم خیلی میل داره این تعبیر دوم رو در اونجا به کار ببره. توضیحاتی که یک یهودی از ساختار انسان و آفرینش میده میفهمه یک توضیحات ساختگی است، به اسطوره نزدیکتره، نه به اسطوره، اصلا اسطوره است، نه به اسطوره نزدیکتره. و هرچه در اسفار خمسه تورات هست آدم وقتی خوب دقت بکنه میبینه حرفای چرند، مهمل. من هیچ نوع تعرض شخصی نسبت به باورهای مردم متدین و ادیان مختلف ندارم. روند بحث انسان رو به اینجا میکشونه. آدم خوب تو این بحث میتونه به این حرف نزدیک بشه که خوبی ها در انسان مراتب داره، بدی ها هم در انسان
مراتب داره، نه اون که بدترینه میتوانه جای بهترین قرار بگیره، نه اون که بدترینه میتوانه جای بدتر قرار بگیره، نه اون که بهترینه میتوانه جای بدترین یا خوب قرار بگیره. اصولاً همونطور که قوانینی بر این تن، بر این عالم حاکمه، قوانینی بر بود انسان حاکمه، بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از این قوانین، که این قوانین در حقیقت روندی است که اون قوانین ایجاد میکنن تو عالم. آفرین به سنایی. آسمان هاست در ولایت جن، کار فرمای آسمان جهان. روح را پست ها و بالا هاست، روح را دشت ها و دریا هاست. به 3 سوال ما در این مجموعه بحث رسیدیم. سوال اول اینه: بی نهایت به چنگ علم نمیفته. تا چیزی محدود نباشه امکان علم درش نیست. چطوری میشه به او راه برد؟ او هم که بگیم از تنگی قافیه است، ولی او کجاست؟ او یعنی غیر از من، غیر از تو. چجوری میشه به این نزدیک شد؟ چطوری میشه بهش راه برد؟ این سوال اول. دوم اون که صفات او رو از کجا میشه به دست آورد؟ وقتی به خودش امکان راه برای علمی نباشه چطور به صفاتش میشه راه برد؟ سوم این که اگر او خوب مطلقه، پس این بدی از کجا پیدا شد؟ اگر راه رسیدن به او و به هر چیزی حرکت از ضدشه، ضد اون از کجا پیدا شده که بی نهایته؟ چطور فرض ضد برش میشه؟ اصلا به خوبی جز از طریق بدی نمیشه رسید. اصلا راه نداره، فرض نداره. اگه کسی میتونه فرض کنه بسم الله. اگر میشه تو عالم فرض کرد که کسی جز از طریق تکبر به تواضع برسه، بیاد فرض کنه. مگه امکانش هست؟ 3 سوال اساسی که تا این سوالها رو کسی تو این سیستم حل نکنه، راهی که رفته ناقص و ناتمام. توی این بحث بی ارزش بودن همه معجزات و کرامات باید اثبات بشه. توی این بحث موازین تربیت بایستی روشن بشه، معنای رسول باید فهمیده بشه. نگاه کنید، ما دستخوش مجموعه از اسطوره ها هستیم، نه تنها من و شما. یک بودایی هم همین جوره، یک مسیحی هم همین جوره. دستخوش مجموعه از اسطوره هست. اینا تو این بحث از این وسط میپره. دوچار مجموعه ای از قراردادهای بی محتوا هستیم. این بحث دقیقاً اینها رو میپرونه از این کار. برای اینکه اگر شما با ذات انسان سر و کارتون شد، توی بحث تحقیقی هیچ حرف اضافه دیگه اونجا دخالتی نمیتونه داشته باشه. ذهنیت‌های باورگونه ادیان اگر در این مقطع و تو این نسق قرار نگرفت، خود به خود سقوط میکنه. توضیح ناپسندانه‌ای که از خلقت میدن از بین میره، چون یک برهمن همه چیز رو در خودش تعطیل میکنه. یکی بهش بگه چرا 50 سال دستشو اینجوری نگه می‌داره کنار یه درخت که بعد درخت میاد دور میزنه وسط اون سولاخ دستش کنه. چرا؟ راهی به چند خدایی باز نمی‌کنه. همه معنا هر چه هست از اینجا ریشه میگیره و در اینجا هم خاتمه پیدا میکنه. همه حرفا اینجاست. باید این رو بدونیم. تمام حرفا تو این نقطه جمع میشه. اگر حرف راستی هست از اینجا بروز میکنه و اگر نمود دروغینی هست از اینجا کشف میشه. این یک ترازویی است دست انسان قرار میگیره. آدم همه باطل ها رو با این میفهمه، همه حق ها رو هم با این میتونه اثبات کنه. هیچی برابر نداره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یک نکته رو بایستی توضیح بدم. و اینه که مثلا شما یک بقالی رو میبینید آدم خوبیه، ما میایم خوبی این رو از شغلش چی میکنیم؟ جدا میکنیم، بعد میگیم این آدم خوبی. این اشتباهه که ما تصور کنیم اگر کسی یک جور شکوفایی های خوبی درش پیدا شد در یک بستر محدودی، اگر این رو محدودیت هاش رو به تدریج برداشتن همون شکوفایی ها بهاش خواهد بود. این اشتباهه و ناگهان آدم یه جور ترمز میشه در قضاوتی که روی اشخاص بخواد بکنه. شخص امین هست ولی تو 10,000 تومان، تو 100,000 تومان، تو 1,000,000 تومان. ولی حالا اگر مثلا 100 میلیارد پول تو حسابش ریختن و احدی هم مطلع نمیشه
بدیها هم همینطوره. خیلی خوب، آدم بدی است، ولی اگر پای جوون مردی پیش بیاد چیکار میکنه؟ تو فاز لوطیگیری قرارش بدن چیکار میکنه؟ نه این طرف رو میشه مطلق دید، نه اون طرف رو میشه مطلق دید. خوبی ها نمودشون اگر با محدودیت همراه بود محدوده. برای اینکه کسی از محدودیت در خوبی خارج بشه و خوب نامحدود بشه میرسیم بهش. چه شرط سنگینی داره، چقدر سنگین اون شرط. لوره گفتن تو صحنه امیرالمومنین وارد شد، این نگاهی با آسمون کرد و گفت آی خدا اگه وقتی که یکی دیگه چون کره بوطالب 30 تا نماز بخیره این آرزو رو بگور بدن. به این آسونی هم کسی تو عالم بده در تمام شرایط بد مطلق نمیشه. خیلی مشکل. این دومی خیلی مشکل تر از اولی، خیلی مشکل تر از اولیه. یعنی کسی اونجور بد باشه که در هیچ مرحله‌ای در مراتب ذاتش حاضر نباشه، حاضر نشه که ذره خوبی از اشتراکش کنه. پس باید این رو بدونیم که خوبی و بدی در نمود تعین آمیز خودش در خارج بیانگر هیچ اطلاقی نیست. رو باید قشنگ این رو بدونیم. حرف دوم اینه که اعمالی که نمودهای خوبی ها و بدی ها هستند، این اعمال هم به هیچ وجه بنیادهای اطلاقی ندارند. یعنی کمک کردن به یک محتاج این در اون حدی که ما تصور میکنیم ارزشش نیست. اگر این تصور عمق برداره ارزشش عمیق میشه، اگر هی سطحی بشه ارزشش سطحی تر میشه. یعنی هر عملی در بی نهایت دو طرف مثبت و منفی این ارزش برمیداره. با امکانات یک کسی که در یک تمکن بالایی است یه ارزشی داره. وقتی تمکن اومد پایین ارزش اون میره بالا. وقتی به ناشناخته این کمک شد ارزش باز میره بالا. نه شناخته‌ای که 100 بار بهش جفا کرده وقتی روبرو شد ارزش رو 100 درجه میبره بالا. همینطوری هم میبینید یک کار کوچکی میتونه 100 جور در بازتاب درونیش در انسان متفاوت بشه. این کار بدم همینجوره. ما تصور میکنیم که یک کار بد در مرز بدی محدود وای میسه. این یک قالبه، معنایی که درش هست به تفاوت ظروف متفاوت میشه. یک کسی که دست خوش غریزه است اگر این ناپاکی در چشمش مشاهده بشه خیلی متفاوته با کسی که از این غریزه رست است و این ناپاکی در چشمش هست. خیلی فرق میکنه. صحرا فرق داره. نه خوبی ها میتونن تو قالب ها حد خودشون رو نشون بدن، نه بدی ها میتونن حد خودشون رو نشون بدن. کما این که تو این بحث کم کم این معنا دقیقاً روشن میشه. خوب برزن توجه کنید که تربیت این نیست که آدم کار بد نکنه، اینه که آدم بتونه کار بد بکنه و شرایط براش فراهم باشه که بکنه و هیچ بازدهی خیالی ترک نداشته باشه اون وقت نکنه. چون اگر بازدهی خیالی داشته همینقدر من آبروم محفوظ بمونه دیگه فایده نداره. آدم بایستی بتونه که کار خوب نکنه و به هیچ وجه در انجامش یک بازدهی خیالی بهره‌مندش نکرده باشه و نکنه، اون وقت کار خوب بکنه. من صوفی افکر کجا میفروشم که در تابم از دست زهد ریایی ز دیر مغان رو مگردون که اونجا ببخشند مفتاح مشکل گشایی. آدم خیال میکنه که مثلا همجور داره نماز کجا بفرد شما که اهل نماز نیستی. والا خوش معلومه که نمیخونه. عقیدم اینه ها، برای که این شهامت رو داره که نمیخونه. خیلی من تو این شهامت هم نداره. میخواستم این شهامت رو داشتیم که نمیخوندیم اون وقت میخوندیم. کم کم به این حرف نزدیک میشیم که تربیت در جهت خوبی نه معناش مجبور کردن طرف به کار خوب، نه معناش مجبور کردن طرف به ترک کار بد. نه معناش اینه که در محیط 100% آزاد از درون کاری بکنن که این نخواد کار بد بکنه، این خواست تو باطنش نه. به این دلیل که بده، چقدر زور میبره، به این دلیل که بده و کار خوب رو بخواد بکنه این خواست تو باطنش بیاد، به این دلیل که خوبه. درست تو اون مقطعی که باید
بعد از 3 سال و 2-3 ماه رسیدیم. امیدوارم که صاحب کار خودش کمک بکنه این راه رو بتونیم تا ته بریم. اللهم صل علی